سلام و ارادت خدمت همه عزیزان. نمایشگاه امبدد سیستم ها هستش توی نورنبرگ آلمان و همینطور که میبینید من دارم میرم به سمتش که وارد نمایشگاه شم و یکی یکی تمام غرفه ها رو با هم جلو بریم ببینیم که امروز چند تاشون میتونیم با هم ببینیم. خب بعد از کلی پیاده روی از پارکینگ با یه حال همه جمعیتی که دارن میان رسیدم به در ورودی و بریم داخل. اینجا نمایشگاه به صورت رایگان نیست و ورودیش حتما پولیه و البته خب یه سری شرکت ها میان و یه سری آفر ها میدن که در واقع بازدید از غرفشون داشته باشیم. بریم وارد لاین ورود بشیم و بریم وارد نمایشگاه بشیم. خب شروع کار رو با دقیقا همون شرکت STM شروع میکنیم. البته توی ورودی بود، اون گوشه هم آنالوگ دیوایس هستش و این کنار هم شرکت اینفینیون هستش و بریم جلو که ببینیم چه اتفاقی میفته. خب این یه در واقع تشخیص دستگاه تشخیص سطح لیوان و تشخیص مایع داخل لیوان هست. مزیتی که این داره اینه که شما هر لیوان با هر سایزی که بخواید رو میتونید داخل در واقع با این کار بکنید. برای کافه ماشین هست، با AI نوشته شده و ماژولش رو هم من گرفتم که در آینده با هم کار کنیم روش و همین پروژه رو راه اندازی کنیم. البته ازش خواستم که اطلاعاتش رو هم برام بفرسته که با هم روش کار کنیم. کلا STM خیلی جدیدن بحث AI داره کار میکنه. این شرکت وری سیلیکونه که کارش تولید GPU هست. اینجا هم یه AR اسمارت گلاس طراحی شده، همونجوری که می‌بینید روی صفحه این عینک حالت LCD ماننده و مثلا تصویرش در واقع میتونه نمایش داشته باشه برای جلوی چشم که اطلاعات نمایش بده. و اینجا هم با GPU که تشخیص حالت‌ها میده. If you have any questions, you can always ask. Thanks a lot. این یه LCD در واقع OLED خیلی کوچیک، همینجور که می‌بینید اینجا الان نمونه روشن شدهشه. اینجوری این در واقع باتن روی این سویچ کار شده. همینجور که می‌بینید نسبت به دست من چقدر سایزش کوچیکه و یه چیز جذاب دیگه این هستش. این صفحه نمایشه اینا رو بیشتر برای اتیکت توی فروشگاه استفاده میکنن و خیلی چیز باحالیه. خب اینم از شرکت موزر. شروعش یه بازی گذاشته که شما بازی میکنین و جایزه میگین. بریم باز. این شرکت یه سافتور اوپن سورسی در واقع داره که برای کلا مانیتورینگ خودرو هستش و همونطور که می‌بینید انواع مانیتورینگ ها رو برای خودروها اینجا قرار داده. کارش ارائه خدمات نرم افزار است. این یه نرم افزار ساخت در واقع PCB شماتیک و PCB که شما میتونید به راحتی به صورت گرافیکی از این نرم افزار استفاده بکنید. اینو توضیحاتش رو تو آینده آموزشش رو میدم، چون اینجا کامل آموزشش رو دیدم و در آینده آموزشش رو خواهم داد.
Bene, casino guys, Codico casino. خب این هم غرفه سیجر، اون پروگرامر معروف جیلینگ و این برای ادامه. اینک‌های ضد یووی پارچه‌دار که عملاً یک LCD هستن. Can you explain? Yes. So this is the digital human solution based on Qualcomm 8550. And we embedded the 3D graphic rendering and the large language model inside. And then we use Which language? it's Dolphin. We're using the Dolphin 5.2 because it's not so big, so that we can deploy it locally. Okay. Yeah, we deployed all in the chip side, so that it doesn't need. Hi Lucy, Here, what can you do? as a digital assistant, I can introduce digital human functionalities and provide information about the Embedded World exhibition to users. Additionally, I can answer other questions and engage in friendly conversation with you. How can you introduce me the Embedded World event? Good question. The Embodied World event is a term used to describe a significant event or occurrence that has a profound. Here I am. How many languages can you speak? Good question. As a language model, I can speak and understand multiple languages, including English, Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Hi Lucy. Chinese. Hi, how can I assist you? How to say good morning in German? Okay, please wait a moment. In German, good morning can be translated as Guten Morgen for a general greeting, or Guten Morgen, Herr Frau for addressing someone formally. Guten Morgen is a more casual and friendly greeting, while Guten Morgen, Herr Frau is a more formal and polite way to say good morning in German. To say good morning in German, you can also use hello, which is a more informal greeting, or hello, Herr Frau for formal greeting. Hello is a more casual and friendly greeting, while hello, Herr Frau is a more formal and polite way to say good morning in German. خب این یه دستگاه ساخت PCB در خونه هستش با لیزر. اون دستگاه ها PCB رو میزنی و بعد با این دستگاه اگر مولتی لایر بخوای که این تا 6 لایر رو به هم میچسبی.